من تازه فهمیدم اجاگازه ما با اجاگازه کشتی فرق میکنه. حالا نه که خیلی هم با کشتی میریم مسافرت. راست میگه. اجاگازه گیمبال هماهنگ با حرکات موج حرکت میکنه، اینطوری دیگه غذا کف قایق نمیریزه. اینکه چطوری کار میکنه یه سری توضیحات مهندسی داره که تو کپشن گفتم. لایک و کامنت یادتون نره. راستی برای ویدیوهای بیشتر پیج الکا ایران رو حتما فالو کنید. این اجاگازه میتونه با حرکت‌های موج هماهنگ حرکت کنه، اینطوری دیگه غذا کف قابلم. این اجاگازه میتونه با حرکت این اجاگازه میتونه با حرکت موج و قایق نوسان کنه اشتباهه. خب باشه بیا این اجاگازه میتونه با حرکت‌های موج خودش رو هماهنگ کنه، اینطوری دیگه غذا کف. اینکه چجوری کار میکنه یه سری محاسباته. چرا؟ این اجاگازه میتونه با حرکت‌های موج خودش رو هماهنگ کنه.